ассалому алайкум, шунавандаҳои арҷманд. гуфторамонро аз силсилаи хониши адабӣ оғоз менамоем. ҳоло гуфтори сеюмро аз рӯи китоби адабиётшиноси варзида ва мунаққиди барҷастаи тоҷик соҳиб Табаров «Зиндагиномаи Садриддин Айнӣ солҳои 1875-1899» дар қироати Абдурашид Хоҷамқулов бишнавед. از بین نمایندگان فرقه همدانیه طریقت کبرویه، آنهایی که پیروان سید علی بن محمد الحمدانی بودند، رویه دیگری را دامادش اسحاق الخدطلانی که در سال 826 هجری 1423 میلادی از جانب جلاد امیر شاهرخ تیموری در دهه خواجه اسحاق خدطلان کشته شد، با نام رویه اغتشاشیه تأسیس نمود. اغتشاشیه از کلمه عربی غیش، بیهوش شدن، بیهوش گرداندن، برخلاف دل ظاهر گرداندن، خلاف آنچه که در دل باشد مستور. غیش نامدیه در ناحیه مومن آباد تا حال وجود دارد. در نارد هم غیشی نام دیهی هست. از شاخه خراسانی فرقه همدانیه باز رویه نوربخشیه که تمایل به مذهبی شیعیه داشت به وجود آمد. اساسی رویه نوربخشیه را محمد بن عبدالله که نوربخش لقب داشت و در سال 869 هجری 1464 میلادی وفات نموده بود گذاشت. در ماوراء النهر طریقت نقشبندیه از عصر 12 سر کرده مقام کلان را پیدا می کند. راهبری معنوی و سروری اساسی طریقت نقشبندیه عبدالخالق بن عبدالجلیل الغجدوانی، وفاتش سال 575 هجری 1179-1180 میلادی بود. او یکی از مریدان معلوم خواجه ابو یعقوب یوسف الحمدانی، وفاتش سال 535 هجری 1131 میلادی به شمار رفته، همچون یکی از اساسگزاران و نظریه‌چیان طریقت درویشیه خواجگان که خواجگان ساکتری به آن متعلق بودند در سرزمین بخارا نام برآورده بود. در زیر تأثیر عقیده های عبدالخالق الغجدوانی، عارف ریوگری، وفاتش سال 657 هجری 1259 میلادی، محمود انجیری فغنوی، وفاتش سال 705 یا 721 هجری 1306 یا 1321 میلادی، محمد بابا از سماسی، وفاتش 740 یا 755 هجری 1340 یا 1354 میلادی، خواجه بهاءالدین نقشبند 1318 1389، خواجه محمد پارسا، وفاتش 822 هجری 1419 میلادی و دیگران غایه و عقیده های تصوفی و درویشی خواجگان را به شکل درآورده بودند. همینطور اگر خطا نشود، علاقه و همپیوندی دائمی و مستحکم طریقت خواجگان کبرویه با نقشبندیه عصرهای عصر دوام دارد. این فرضیه را با آن مواد و دلیل تصدیق کردن ممکن است که از یک طرف خود سید بهاءالدین النقشبند 717-791 هجری 1318-1389 میلادی
اول از جانب یکی از پیران این فرقه خواجگان، خواجه بابای سماسی و بعد خواجه امیری کلال، وفاتش 1371 تربیه می یابد. از طرف دیگر خودی بهاءالدین نقشبند مریدی اساسگذاری فرقه خواجگان طریقت کبرویه خواجه عبدالخالق الخجدوانی حساب می یابد. از بیانات فوق معلوم می گردد که خواجگان خجدوانی و ساکتریگی از شیخان مشهور یوسف همدانی، خواجه عبدالخالق خجدوانی، خواجه محمد بابا از سماسی، خواجه علی رامیتنی، خواجه امیری کلال و دیگران عقیده و غایه های اشتغال به کسب مانع تصوف نیست را عبدالخالق خجدوانی آموختند. آنها از خلق دور نشدند، به صدقه و گدایی و در بدرگردی شغل نورزیدند. با توسط کسب و کار، مهنت و زحمت طاهر و پاک و تازه نان حلال به دست درآوردن، طلبگار جاه و منصب، مرتبه و جایزه، ریاست و حاکمیت و سیاست و دولتداری نشدن آدمان را هم تعلیم گرفتند و هم ترغیب کردند. چنان که در بالا اشاره شد، درباره چگونگی عقیده و غایه و مقصد و مرام طریقت کبرویه فخرالدین علی بن حسین در رساله ریشت عین الهیئت سخن رانده، تشکل آن را پیش از همه با نام ابو یعقوب یوسف الهمدانی علاقمند می سازد. مقام ابو یعقوب یوسف الهمدانی را در تشکل و انکشاف طریقت کبرویه و فرقه و رویه های گوناگون آن، ابن خلقان در وفایت فصل 7، شعرانی در طبقات الکبری فصل 1، عبدالرحمن جامی در نفحات الانس نیز خیلی بلند شماریدند. عبدالخالق الخجدوانی همچون مرید و شاگرد ابو یعقوب یوسف الهمدانی از یک جانب قانونیت طلبات و پرینسیپ ها و روند طریقت نقشبندیه را به شکل درآورده باشد، از جانب دیگر من بعد فعالیت او را عارف ریوگری، محمود انجیری فغنوی، محمد بابا از سماسی، امیر سید کلال البخاری و دیگران دوام و انکشاف دادند. بعدتر محمد بهاءالدین النقشبندی غایه و عقیده های این پیشگذشتگان را رواج و رونق دادند. عقیده و مفکوره رویه ملامتیه از ظهیر للخلق الباطن للحق، ظاهر برای عالم باطن برای خدا را ترغیب نموده، آنها را در سرزمین ماوراء النهر وسیع پهن می نماید. موافق تعلیمات آنها و پیش از همه موافق تعلیمات بهاءالدین النقشبند، مقامات اساسی سالکان از جمله خواجگان را توبه، زهد، توکل، قناعت، عزلت، ذکر، توجه، صبر، مراقبه، رضا و امثال آنها تشکیل می نمودند. از اینجا معلوم می گردد که اول عبدالخالق الخجدوانی و بعد بهاءالدین النقشبند اساسی طریقت خواجگان را در ماوراء النهر گذاشتند که در قطار پیروان این طریقت ابنا و اجداد صدرالدین عینی هم داخل می شدند. اهل طریقت نقشبندیه به قانون و طلبات و غایه و عنعنه‌های ملامتیه تکیه می کردند. آنها سرود و مشق‌های بلند آواز سماعت را دستگیری نمی کردند و به جای سماعت
ذکر خاموشی، پنهانی و مخفی، خفی را پیش می گرفتند و تلقین می نمودند. چنان که معلوم است، اول عبدالخالق الغجدوانی 8 و بعدتر بهاءالدین النقشبند 3 قاعده و قانون، طلبات و روند و مسئله های اساسی و مرکزی این طریقت را پیشبری کرده بودند. آن 11 قاعده اساسی طریقت نقشبندیه از اینها عبارتند. یکم، یاد کرد که با دعای نیک در ذکر و تکرار بودن، با یادآوری کمالات، زیبایی بهشت را دیدن و به خاطر آوردن سالیک. دوم، بازگشت، محدودسازی سالیک از مال و ثروت، برگشتن سالیک به زهد و تقوا و به پرستش و ذکر خدا. سیوم، نگاه داشت، هوشیاری، بیداری، تا که با این وسیله از راه حق دوری نجستن، رهگم نزدن و از همه کارهای بد پرهیز کردن سالیک. چهارم، یاد داشت، دقت جلب کردن، موجودیت حق خدا را با ذوق در یاد داشتن، هیچگاه حق خدا را از یاد نبرآوردن سالیک. پنجم، هوش در دم، در حالت نفسگیری با شعورانه درک کردن حق خدا، در خاطر پریشانی نفس نکشیدن و نفس نبرآوردن و دائما حق خدا را در عقل و هوش نگاه داشتن سالیک. ششم، سفر در وطن، به معنی سفری باطنی، سفر قلبی، از حرکت منفی به صفت خوب گذشتن، شاهدی باطنی با حق با خدا داشتن، پاکی دل، عقل و باطنی سالیک. هفتم، نظر در سفر، معاینه و تحقیق کردن هر یک قدم، هوشیار بودن در همه کار و در همه جا، چشم از مقصدی سفر نکندن، در هیچ حالت قدمی بیجا نگذاشتن سالیک. هشتم، خلوت در انجمن، در سفر به عالم نگریستن، در بین مردم تنها بودن، خود را باطناً با حق خدا یک جای نمودنی سالیک. گرچند سالیک در مجلس در بین سالیکان یک جای است، باید او خود را در جدایی و خلوت گزیرد. سالیک گرچندی با همه یک جا در ذکر است، باید خود را در تنهایی و خلوت با حق خدا حس کند. نهم، وقوف زمانی، سکوت و توقف وقت برای سالیک تا که وقت درست و نقص و پرهیزکارانه گذرد. هنگام تقواداری و زاهدی را ویران نکردن، موافق وزنینی گناه، سالیک از حق خدا عفو پرسد تا که با همین به حق خدا نزدیک شدنش را تأمین نماید. دهم، وقوف عددی، به مقداری ذکر دقت دادن، عدد ذکر را به حساب گرفتن و در مقداری معینی شمار توقف کردن و به آنها رعایت نمودن سالیک. یازدهم، وقوف قلبی، توقف در سکوتی در دل با نام حق
خدا پیدا گردیده. دایما در دل زاهدی و تقواداری با نام حق خدا ظاهر کردن سالیک. مثلا در هنگام نماز الورد از صغیر چنین یادآوری اهل خواجگان به نظر می رسد. نوع تسویه فرموله از تسبیح متن سبحان الله چند بار تکرار کنیم؟ 100 بار. نوع تسویه الحمد یا تمهید متن الحمد لله چند بار تکرار کنیم؟ 100 بار. الحوکل ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم چند بار تکرار کنیم؟ 100 بار. نوع تسویه البسمله متن البسمله چند بار تکرار کنیم؟ 100 بار. نوع تسویه الاستغفار التوبه متن استغفر الله العظیم تبت لله چند بار تکرار کنیم؟ 100 بار. نوع تسویه الصلاة متن الصلاة علی النبی صلی الله علیه و سلم چند بار تکرار کنیم؟ 100 بار. نوع تسویه التهلیل متن لا اله چند بار تکرار کنیم؟ 100 بار. نوع تسویه یا حیلله متن لا اله الا الله چند بار تکرار کنیم؟ 100 بار. چنان که می‌بینیم از 11 قانون و قاعده، طلبات و خصوصیت، ماهیت و اهمیت و جهت‌های معلوم و مشهوری طریقت نقشبندیه، هوش در دم، نظر در قدم، سفر در وطن، خلوت در انجمن، یاد کرد، بازگشت، نگاه داشت، یاد داشت، وقوفی عددی، وقوفی قلبی و وقوفی زمانی که کوینتنسیای آن در حکمتی دل به یار و دست به کار جمع بست گردیده است. 8 تای اولش پیشنهاد و اختراع خواجه عبدالخالق غژدوانی می باشند. همه آنها به طلبات، به قانون و قاعده و به ماهیت طریقت نقشبندیه، از جمله به طلبات پیران فرقه خواجگان ساکتریگی صدپیری و هم مسلکان آنها جوابی مشخص می دهند. آنها همه آن تکلیفات و طلبات طریقت خود را هم در فکر و عقیده و هم در کار و عمل هر روزه خیش تطبیق می نمودند. از روی طلبات فرقه خواجگان طریقت کبرویه هر یک عضو آن وظیفه‌دار کرده می شد که به کاری و کسب و هنری مشغول شود، کاسبی و زراعتکاری، تاجری و هنرمندی و همه گونه مهنت مفید جمعیتی را به جا آورد، با بیعتان و مریدان یک جایه باشد، در عین زمان باطناً دائما و همه وقت به ذکر حق، به ذکر خدا پیوند باشد. تریمینگم صوفیسکی اردینی و اسلامی مسکو نوکا سال 1989. به سبب آنکه تاکنون در جمهوریت تاجیکستان کم کسی عقیده و افکار فلسفی، جمعیتی، اجتماعی، تربیوی و اخلاقی
و دینی و مذهبی فرقه خواجگان طریقت کبرویه را مکمل و همه‌جانبه ناموخته است و کم محققی به تدقیق و تحقیق آثار نمایندگان طریقت کبرویه شیخ محمد خوارزمی، ابو عبدالله پاینده ساکتریگی، میر محمد میر حسین مولانا پاینده ساکتریگی، پادشاه خواجه بینی رحمت الله خواجه و دیگران و اثرهای آنها، جامع الفضائل، مطلع الکبری، تاریخ ولی و مانند آنها که به ابنا و اجداد و نسل و اولاد صدرالدین عینی علاقمند می باشند مشغول گردیده است، حالا در خصوص تأثیر بیواسطه عقاید نمایندگان فرقه خواجگان طریقت کبرویه به خود صدرالدین عینی سخنی راندن خیلی مشکل است. تنها آن چیز انیق معلوم است که اساسگزار طریقت کبرویه نجم الدین کبری و مریدان و پیروان او نجم الدین بغدادی، سعدالدین حموی، بابا کلان جندی، سیف الدین باخرزی، نجم الدین رازی و بسیار دیگران در ترغیب و تشویق و انتشار عقاید این طریقت مقام کلان و سهم بزرگی گذاشتند. نسل و اولاد ابو عبدالله پاینده ساکتریگی باشد یکی از دوام دهندگان عقیده و افکار نظریوی و رویه و طرز کار و عمل آنها به شمار می رفتند. مولود صدرالدین عینی. خود عینی درباره مولود خیش این طور تاکید کرده بود: پدر و باباهای من از جمله خواجگانی ساکتریگی این دیه ساکتری بودند. صدرالدین عینی، کلیات، جلد 6، صحیفه 11. از جمله یکی از بابا کلانان صدرالدین عینی، سید احمد خواجه که پدری سید عمر خواجه بود، به مثل بابا کلان نسل اولی نویسنده ابو عبدالله پاینده ساکتریگی، یکی از شیخ‌ها و خواجه‌های مشهور طریقت کبرویه هم ساکتری و هم غژدوان به شمار می رفته است. سید احمد خواجه بیشتر با مهنت حلال خود روزگار اهل و عیالش را تأمین می نموده است و هیچگاه نمی خواسته است که از حساب تحفه‌های مریدان و بیعتانش عمر بسر برد. بنابر همین او بیشتر به کسب‌های دکان بافی، دریدگری و نجاری مشغول بوده است و از چنین مهنت هیچگاه دست نمی کشیده است. او حتی به بالای مدرسه دیهی ساکتری به واسطه نساس آب برآورده بوده است. همه اینها از مهنت دوستی او و بسیار خواجگان ساکتری گواهی می دهند. همین گونه میل به هنر و مهنت پاک و حلال جسمانی در برابر امامتی با اکثر اجداد و اولاد گذشته و آن روزه عینی خاص بود. مثلا تمام اهل عائله همین بابای پدری عینی سید عمر خواجه نه تنها از حساب امامتی بلکه از حساب دریدگری، خراطی، سنگ آسیا تراشی، بافندگی و امثال آنها عمر بسر می بردند. نویسنده در یادداشت‌هایش در این باره از جمله درباره هنرمندی سید عمر خواجه نه یک بار و دو بار سخن رانده است. نظر به نقل پدرم سید مراد خواجه می نویسد عینی: پدری او سید عمر خواجه آدمی خط و سوادناک بوده، از هنرهای دستی، دکان بافی و دریدگری را خوب می دانسته است.
خصوصا در دریدگری شهرتش درست بوده است. صدرالدین عینی، کلیات، جلد 6 صحیفه 12. همین هنرمندی و صنعت دوستی و مهنت دوستی سید عمر خواجه یکی از سببهای اساسی به امامتی دهه محله بالا تعیین گردیدن، در همه جا خانه‌دار شدن و همین دهه را استقامتگاه من بعده دائمی خود انتخاب کردنی او گردیده بودند. عینی تفصیل همین واقعه ها را کوتاه باشند هم در یادداشت‌ها این طور به قلم داده است. باری مسجد دهه محله بالا غلطیده است. اهالی آنجا به طلب استای دریدگر برآمدند و با درک دادن کسی بابای پدریم سید عمر خواجه را برای تعمیر مسجد به دهه محله بالا بردند. بابایم مسجد را با زیبایی تعمیر نموده، در ستون آن با خط خود کلمه های عملی سید عمر خواجه ساکتریگی را کندکاری کرده است. اهالی دهه که در آنجا یگان نفر هم آدمی سوادناک نبوده است، حتی مکتبی پیشی مسجدی هم نداشته است، خط و سوادناک بودنی یک استای دریدگر را دیده در حیرت افتاده اند و به او رو آورده از نام جماعت از وی طلب کرده اند که امامتی مسجدی را که خود تعمیر کرده است قبول نماید. شاید به شرافت او در دهه آنها هم آدمانی سوادناک پیدا شوند. به ضمن این دریدگریش را هم کردن گیرد. صدرالدین عینی، کلیات، جلد 6 صحیفه های 12 13. سید عمر خواجه این تکلیف جماعت اهالی دهه محله بالا را به اینابت گرفته، با خواهش اهل دهه وظیفه امامتی مسجد دهه را به عهده می گیرد. او در برابر امامتی مسجد دهه محله بالا در آنجا به کسب‌های دریدگری، بافندگی و خراطی مشغول می شود. سید عمر خواجه از نزدیکی دهه‌های بالا رود، سروره و تبریان یک چند سنگ آسیا یافته چرخ آسیا تراشی هم می کند. همین طور معیشت و نفقه اهل عائله سید عمر خواجه با مشغول شوی به کسب و هنرهای گوناگون تأمین می گردد. سید عمر خواجه اولها در دهه محله بالا چندگاه مهمانخانه همراه خان نام دهقانی میان خال و آدمی عادی مهنتی را که حولیش در همسایگی مسجدی دیگه بود با ششگاه خود قرار می دهد. بعدها سید عمر خان دختری همین دهقان محله بالایی همراه خان را که زیور نام داشت به زنی پسری خود سید مراد خواجه انتخاب می نماید. شما گفتار سیوم را از روی کتاب ادبیات شناسی ورزیده و منقد برجسته تاجیک صاحب تبرف زندگی نامه صدرالدین عینی سالهای 1875-1899 در قرائت عبدالرشید خوجمقولов شنیدید. کارگردان شیرعلی نغزلی. پایان گفتار از سلسله خوانش ادبی. شاد باشید.